با برنامه خوشمزه امروز در خدمت شماییم. میخوایم یه ترفند خوشمزه جدید بهتون یاد بدیم با قهوه. خب اولین کاری که ما میکنیم قهوه رو میریزیم توی قهوه جوشمون تا آمادهش کنیم. خب حالا قهوه رو میریزیم و در قهوه جوش رو میبندیم و میریم که بذاریم سر شعله. اگر دوست دارین که بازم برای شما ترفندهای خوشمزه دیگه بذاریم، ویدیو ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای ما توی کامنت ها کلمه خوشمزه رو کامنت کنید. خب حالا قهوه جوشمون رو میذاریم روی گاز و منتظر میمونیم که قهوهمون جوش بیاد و آماده بشه. خب وقتی که قهوهمون جوش اومد و آماده شد، قابلمه میاریم و میذاریم سر گاز و قهوهمون رو توی قابلمه میریزیم و میذاریم که تا یه مقدار غل بخوره و آماده بشه. بعد میریم سراغ عسل. یک نصف قاشق ولی پر عسل میاریم و داخل قهوهمون میریزیم و کامل اون رو داخل قهوه هم میزنیم. ولی باید به این نکته دقت کنیم که عسل نباید جوش بخوره و سریع هم میزنیم و زیر گاز رو خاموش میکنیم. اینجوری طعم تلخ قهوه ما با طعم شیرینی عسل قاطی میشه و یک طعم فوق‌العاده خوشمزه به ما میده که واقعا فوق‌العاده است و حتما امتحانش کنید. ما هم بریم قهوه‌مون رو بخوریم که تا سرد نشده و از دهن نیفتاده انرژی بگیریم.